الله سبحانه و تعالی می فرماید: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. آنانی که از پروردگارشان ترسیدند در دنیا، عملی نیک کردند، پرهیزگار بودند، به سوی جنت گروه گروه برده می شوند. حدیثی داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: اولین گروهی که داخل جنت می گردند، رویهای آنها به مانند ماهتاب شب 14 روشن می باشد. این گروه هایی که داخل جنت می گردند از پرهیزگاران و از مؤمنان، اینها کسانی هستند که در دنیا عمل صالح کردند، در دنیا صبر کردند بر طاعات، صبر کردند از گناه و معاصی. حتی اذا جاءوها، هنگامی که آنها می آیند به در جنت، و فتحت ابوابها، و درهای جنت باز می گردد. اولین شخصی که در جنت به او باز می گردد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که رفته در جنت را می کوبد و خازن جنت، پاسبان جنت که نام آن رضوان است، می گوید که کی هستی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید: من محمد هستم. آن پاسبان در جنت را باز می کند و می گوید که برای من امر شده است که تنها برای شما در را بگشایم. و درهای جنت 8 در است. در نماز است، در روزه است، در صدقات است. این 8 درهای عملهای صالح، درهای عملهای نکو هستند که مؤمنان از این درها دعوت می شوند. و چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود، حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه از همه این درها دعوت می شود. کسی که روزدار است از در روزه دعوت می شود، و کسی که نمازگزار است از در نماز دعوت می شود. چنانه که حدیث ها آمده است دروازه‌ای که از آن روزداران دعوت می شود ریان است. همین گونه درهای جنت 8 عدد است و هر بنده از در خود دعوت می شود. و قال لهم خزنتها سلام علیکم. پاسبانهای جنت به مؤمنان می گویند که درود بر شما باد، سلام بر شما باد، طیبتم، پاک بودید، در دنیا انسانهای پاک بودید، عملهای پاک کردید، سخنهای نکو گفتید، جزای شما همین جنتی پاک است. فدخلوها خالدین، پس داخل آن بگردید برای همیشه. در جنت هنگامی که مؤمن داخل می‌گردد، بعد از آن دیگر مرگ نیست. مرگ به مانند یک گوسفند آورده در بین جنت و دوزخ ذبح می‌گردد و برای جنتیان میگویند که همیشه در این جنت باشید. بعد از این روز دیگر مرگ وجود ندارد. و برای جهنمیان میگویند که شما هم در جهنم همیشه هستید و مرگ دیگر وجود ندارد.